5 سال در دیگر مکتب میخوندید نه؟ حالی نو از صنف ششم سر کردتون در مکتب نو. کدام مکتب بهتر؟ مکتب برای چی؟ نه پرتوش نه. پیش در کجا میخوندید تا این مکتب نو ساختن؟ مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 27. بای دور بود؟ چکل بود رفتی آمد؟ سال مشکل بود دیگه. سوسن دور بود. حاضر چکل شده بود؟ حاضر نزدیک. خانه شما در کجا است؟ من بالاتر مالی بود. بالونده. اصلا نیتی ما همین بود که بچه های ما رای دور با نزدیک از اون بچه های ما از اینجا تا مکتب اونجا رفتن 5 کیلومتر راه بود. چند سال این جانی ما همین نیت کردیم که مکتب ما سازیم گفتیم هم جا مراجعات کردیم هم سال باید شد که همین رئیس ناحیه ما جورای حق قانونش ما دستگیر کردن همین جا رو جدا کرده دادند ما همین ساخته دادیم دیگه برای بچه ها رفت اولش یکم برای دولت دومیش بری خدا که هم برای دورش چی حد دور بودی 5 کیلومتر رفت. بله و بچه ها باشه مکتب رفتش زمستون با جدا گنده بود نه بهار زمستون من حاضر اومده خان سادیان میرن دامنون میرن دوم سادیان. بله ما دیدیم و این مبلغش هم خودتون یعنی ساختید؟ همش خدا مبلغ یکون جای یکون سمپل هم نگرفتیم یکون یاردم هم نکردیم یکون جای یکون کارخونه نه یکون جا. بله و خودتون و البته فرزندو شاید برادر فرزندو خدا رو شکر 7 پسر دارم اینا همش یاردم کردن دیگه. بسیار خوب. یاردم اینا کردیم. بله خلق چی خلق هم اقلا برای کار رفتن بچه‌ها یاردم کردن یاردم کردن حشر کردن و همش نه که با همون حساب مردی کار کردیم دیگه بچه‌ها رو کاری بهش یاردم کردن دیگه کارای من خشت فراری سنگ بار کنی دیگرش هم مردی کار کرد همش. خودتون چیکار میکنید امک؟ خودم پنسیونر آدم پیش کلخوز کار میکردم باز من همین نفقه بروندم پنسیونر آدم با. فرزندم در اینجا زندگی میکنن؟ فرزندارم در اینجا زندگی میکنن. به هر حال ببینید نفقه معلوم است که برای کشیدن انبار روزگار میرسه از زندگی برای مکتب چقدر مبلغ جمع کردید؟ یگان کار میکردید یا دهقانی؟ سالهای دراز ما کار کرده بودیم پولا رو کم کم تو کرده بودیم برای همین یاد داشتیم چند سال پیش ما نیتمون همین بود که مکتب میسازیم حکوم دیرکتور بود وای حرکت کرد خلقا همین خیلی غلاغل کردن نشد با همین ما دولتی میکرده بودیم نشد همین از نزدیک 20 سال باز ما حرکت مکتب اند بودیم. بسیار خوبه. کم تو پولای خودم جمع کردی بود با من بچه‌ها یاردم کردن دادارم یاردم کرد. یگان دهقانی تجارت هم کردید که این به هر حال پولی بسیار است. 1 میلیون. تجارت البته بچه‌ها تجارت میکنن کلچکی میفروشن سبزی میفروشن دهقانای خودم 1 هکتار زمین میکنه میفروشیم این پولا رو همش جمع بس کردیم و همین مبلغ همین مکتب صرف کردیم دیگه. اصلا ما سالهای 90 بود همین دهی ما از مکتب انت در مسافی دور بود ما حکومتی محلقتی همین خیلی مصلحت کردیم که همین جایی که اینجا بنا شدگی سالهای 90 ما اجازه گرفتیم سنگ آورده بودیم اینجا با یک همین 4 سینخانه رو بر میسازیم گفته تصمیم گرفته بودیم از بس که اون سالهای بسیار دشوار بود همین کاری ما اجرا نشد. من نصیبش بوده است من هم سال گذشته برادر ما عائله قطعی هم فرزنداش که مصلحت کرده گفت که همین حالا که همین زمین هست جا هست همینجا ما یک در بینای مکتب سازیم. من از ماه سپتامبر سال گذشته از پی همین حجت گذاری و ویو شدن همین کارها حکومت ناحیه یاردم کرد برای من این جاش. من از ماه مای تا ماه مای همین متریال های همون حجت ها رو تیار کردن از ماه مای اساسا از 25 مای ساختمان هم بنا سر شد. اینه که 25 ماه مای ما سر کردیم 25 ماه آگوست بعد تماما بنا همش همین از دست برآمد هم تیار شده گویا با سال خانیش تیار شد. تو این مکتب این بچه‌ای که تحصیل میکنن از کجا می اومدن؟ از دور می اومدن؟ با کدام مکتب میرفتن؟ از این مکتب اساسی ما مکتب رقم 27 بود
қариб ки аз масофи 5 километр зиёдтар бачаҳои мо мерафтанд. Ино дар талу тепҳо хонашон бисёр роҳаш душвор, дар зимистон бисёр азоб мекишиданд. Бинобар ин ба мактаб рафтанашон бисёр мушкил мешуд. Асосан мақсади ҳамин мактаб сохтани бародари мо, аҳли оилаи мо мақсад ҳамин буд ки ҳамин наздиктар шуданд, бачаҳо аз таҳсил дур намонанд. Мақсади асосии мо ҳамин.